بازم عرض سلام و احترام به درس دوم اقتصاد خرد خوش آمدین. اینجا تلاش میکنیم که جلسه دوم درس اقتصاد خرد به ادامه جلسه اول ثبت کنیم. اینجا می نویسیم که درس دوم اقتصاد خرد. درس دوم اقتصاد خرد. در درس اول اقتصاد خرد ما و شما جدول تقاضا را خوندیم و تعریف اقتصاد خرد و اقتصاد کلان و در کل یک تعریف کوتاهی از اقتصاد خواندیم و بعد عرضه و تقاضا را به صورت جبری و مدل براتون توضیح دادیم که عکس العمل مصرف کننده و تولید کننده را به صورت جبری اگر بخوایم توضیح بدیم یا نمایش بدیم به چه شکلی است. بعد روی کار کردیم که اگر بخوایم که تابع تقاضا را به صورت خلاصه تر و ساده تر تعریف بکنیم باید سایر عوامل ثابت فرض بکنیم که وقتی که سایر عوامل ثابت باشه به جز از قیمت خود کالا تابع تقاضا فقط تابع قیمت خود کالا میشه. بنابراین با توجه به قیمت خود کالا یک جدول در نظر گرفتیم که در جدول به هر اندازه‌ای که قیمت بالا میرفت مقدار تقاضا کاهش پیدا میکرد و گفتیم که میل خط تقاضا یا عکس العمل نهایی مقدار تقاضا نسبت به تغییرات قیمت منفی است و گفتیم که رابطه منفی بین قیمت و مقدار تقاضا را به نام قانون تقاضا یاد میکنه. اینجا ما یک معادله در نظر میگیریم و تلاش میکنیم که از طریق این معادله که بیانگر تابع تقاضا باشه یا تصمیم مصرف کننده باشه بعضی سوالات را جواب بدیم و روی بعضی مسائل بحث‌های مفیدی داشته باشیم. اینجا می نویسیم که اگر تابع تقاضا به صورت QDX برابر با 100 منفی 2PX داده شده باشد یک میل تابع تقاضا را محاسبه کنید. یا بهتر است به این شکل بنویسیم چون اینجا بحث به گونه‌ای است که قیمت در محور عمودی قرار گرفته و مقدار در محور افقی و ما در ریاضیات محض وقتی که روی میل صحبت میکردیم منظورمان از تغییرات محور عمودی بر تغییرات محور افقی بود، یعنی دیوای بر دی اکس. اما اینجا از پیشتان به خاطر از اینکه اشتباه نشه من اینجا می نویسم که میل نهایی مقدار تقاضا را نظر به تغییرات قیمت محاسبه کنید. منظور ما از دی کیوی اکس بر دی پی اکس است. شماره دوم میگیم که میل نهایی قیمت را نظر به تغییرات
مقدار تقاضا محاسبه کنید. خب اینجا منظور ما ای است که دی پی اکس بر دی کیو دی اکس رو محاسبه کنیم. گزینه سوم میخوایم چه کار بکنیم؟ ریاضی کار بکنیم که گراف معادله تقاضا را ترسیم کنید. شماره 4 اگر قیمت کالای X به اندازه 2% یک لحظه که اینجا باید به این شکل بنویسیم که اگر قیمت کالای X به اندازه 10 واحد پولی باشد، مقدار تقاضا چقدر خواهد بود؟ خب میخوایم به سوالا پاسخ بدیم با توجه به این مثالی که از تابع تقاضا داریم. خب به خاطر پاسخ به این پرسشا ما نیاز داریم که یک به یک سوالا رو تحلیل بکنیم و تابع تقاضا را مورد ارزیابی و بررسی قرار بدیم. خب ما داریم که کیوی دی اکس برابر است با 100 منفی 2px. ما میخوایم به سوال اول جواب بدیم. میل یا عکس العمل نهایی یا میل نهایی تابع تقاضا، خود تقاضا را نظر به قیمت پیدا بکنیم. میگیم که دی کیوی دی اکس تقسیم دی پی اکس ای برابر میشه با، ما نظر به که مشتق بگیریم یعنی برابر است با منفی 2 است که منفی 2 کوچک است، 0 است و باید هم باشه طبق تعریف، چون رابطه بین قیمت و تقاضا رابطه منفی است. اگر بخوایم سوال دوم جواب بدیم بسیار به سادگی جواب میتیم، میگیم که دی پی اکس ای برابر میشه با 0 منفی 2 دی، ببخشیم که اینجا باید به این شکل بنویسم که دی کیو دی اکس برابر است با منفی 2 ضرب در دی پی اکس. حالا میشه که دی کیو دی اکس برابر است 0 چی؟ جمع نمیشه، عدد خنثاست. بعدش منفی 2 چی کار میکنه؟ منفی 2 اینجا میمونه و دی پی اکس میآید. بنابراین ما به خاطر پیدا کردن دی پی اکس بر دی کیو دی اکس باید اطراف تقسیم ضریب دی پی اکس بکنیم. پس دی پی اکس تقسیم دی کیو دی اکس برابر است با منفی 1 بر 2. یم جواب سوال دوم میشه. سوال سوم گراف معادله را اگر بخوایم رسم بکنیم یم کاری بسیار ساده و جالبی است که اینجا میتونیم رسمش بکنیم. اینجا می نویسیم که اینجا یک شکل یک چی باز میکنیم، اینجا یک گراف باید داشته باشیم. خب اینجا ما چیکار میکنیم؟ تابع تقاضا اینجا دوباره می نویسم، میگیم که کیوی دی اکس برابر است با 100 منفی 2 پی اکس. خب ما قسمی که بر ریاضیات کار میکردیم میگیم اگر پی اکس برابر با 0 شوه کیوی دی اکس برابر میشه با 100. به جای 0 بگذاریم 2 ضرب 0 0 میشه 100 میمونه. اگر کیوی دی اکس میگیم برابر با 0 شوه پی اکس برابر میشه با چند؟ اینجا که 0 بگذاریم
وقتی 2 پی اکس طرف بیاید میشه مثبت، 100 تقسیم 2 بکنیم میشه چند؟ 50. بنان ما دو نقطه به دست میاریم، یکی نقطه A که نقطه A شامل چی است؟ شامل کیوی دی اکس و پی اکس اگر باشه در نقطه اولی این میشه که 100 و 0. اگر نقطه B در نظر بگیریم اینجا که شامل کیوی دی اکس و پی اکس باشه، در نقطه دومی اینجا 0 داریم و اینجا 50 داریم. این دو نقطه رو انتقال میتیم روی محورات و اینجا می نویسیم که پی اکس و اینجا می نویسیم که کیوی دی اکس. خب اینجا نقطه 0 داریم. نقطه A را اگر بخوایم نمایش بدیم میگیم که Q 100 است و P 0 است، بنابراین نقطه A میشه با ترکیبات 100 و 0. اگر نقطه B را بخوایم نشان بدیم اینجا میآید نقطه B با ترکیبات 0 و 50 و این نقطه B میشه که در اینجا Q 0 است و P X 50 است. اگر این دو نقطه را با هم دیگر وصل بکنیم تابع تقاضا چی میشه؟ ترسیم میشه. این میشه تابع تقاضایی که شکل تابع تقاضایی که ما اینجا در نظر گرفتیم. سوال بعدی که از ما پرسیده شده است که در اینجا چهارم، اگر قیمت کالای X به اندازه 10 واحد باشه مقدار تقاضا را مشخص بکنید. خب البته سوال سوم بود که پاسخ یافت، سوال چهارم اینجا پاسخ میدیم. می نویسیم که اگر Px F Px equal to 4، خب اگری برابر با ای باشه Q dx برابر با چی میشه؟ خب حالا ما اینجا محاسبه میکنیم. می نویسیم که Q dx برابر است با 100 منفی 2 ضرب در قیمت Px چند است؟ البته که ما اینجا قیمت گفتیم 10 واحد باشه نه 4 واحد. قیمت 10 واحد است، برابر با 10 واحد باشه که اینجا باید 10 بنویسیم. میشه که 10 برابر است با 100 منفی 2 20 میشه. 100 برابر میشه با چند؟ 80. بنابراین هنگامی که قیمت 10 واحد است مقدار تقاضا با 80 واحد کاهش پیدا میکنه. و این هم حل تابع که ما قبلا در نظر گرفتیم و این سوالاتی که اینجا میتونست مطرح شود. تا جلسه بعد خدا نگهدار شما.